بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسباب نجاة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب سببهای نجات امت. سببهای نجات امت از آن شیخ علامه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالی. ما به عون الله سبحانه و تعالی از این رساله پربرکات خیلی چیزهای مهم و مفید را گذاشتیم. بارک الله فیکم. خصوصا در درسی گذشته ما یک سبب را گذاشتیم از سببهای نجات این امت. این گوییم که از اصل و اساسی، یعنی که این سبب ها بوده است. این هم چی بوده است؟ این هم یعنی بارک الله فیکم یعنی توحید، عقیده توحید بوده است و شناسایی به شرک. فهمیده؟ بارک الله فیکم. درس امروزی ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ می‌فرماید وكذلك من أسباب نجاة الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. همچنین دیگر از سببهای نجات این امت امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن است. امروز واقعا مشکلی در بین امت اسلام، این هم یکی از مشکلات نوبتی است. فهمیده؟ امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن این کار همه نیست. بارک الله فیکم. اگر یاد داشته باشید برادرها، ما و شما برای خاطر امر معروف و نهی منکر کردن از کتاب شیخ ربیع ابن هادی المدخلی در مقدمه که گویم تقدیم شیخ صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان را گذاشتیم. اختصار کرده یعنی که برای خاطر امر معروف و نهی منکر کردن یک چند شرط ها هست. فهمیده؟ بارک الله فیکم. 99% مردم تاجیکستان ما از انمی شرط ها خالی هستند. فهمیده؟ از انمی شرط ها خالی هستند. یکی از اون شرط ها باید که علم باشد. بارک الله فیکم. با کدام چی که دعوت میکنی باید که نسبت همان چیز چه علم داشته باشی. بارک الله فیک. بعد دیگر عمل و هاکذا. مهم دیگر از سببهای نجات امت چی بود است؟ بارک الله فیکم امر به کارهای پسندیده کردن و نهی از کارهای ناجویه. برای خاطر که تو امر به کاری پسندیده کنی باید که خودت به کاری پسندیده شناس باشی. برای خاطر آن که تو از یک کاری ناجویه، کاری منکر منع کنی، البته باید خودت اول به منکر شناس باشی و خودت از همه پیش از آن دست کشیده باشی، بعد دیگرها را منع کنی. و هو من اعظم اسباب نجات الامه. این هم در نوبت خود از همه بزرگترین سببهای نجات امت است. میگوید شیخ. بعد از آن میفرماید که فما دام الامر بالمعروف و النهی عن المنکر موجودین، تا آن دمی که امر به معروف و نهی از منکر در درون امت وجود دارد، فان الامه تنجو، دانید که امت نجات مییابد.
سبحان الله فهمیدیسم هر یک شخصی که این نصیحت های شیخ شنیده است نوبت به نوبت باید خودش حس کند که همین گرد و اطراف خودش نگاه کند واقعا چرا نجات نیافته است، چرا سبب یعنی که ضعیف شده است، کدام سبباش آمده است. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ و اذا تركت الامه الامر بالمعروف والنهي عن المنکر هلكت. فهمیدید؟ وقتی که امت امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند امت هلاک می شود. امت چی می شود؟ هلاک می شود. بارک الله فیکم. نعم. كما ذكره الله تعالى لنا في قصة بني إسرائيل. خیلی که در این مورد الله سبحانه و تعالی برای ما نقل کرده است در قرآن، در قصه بنی اسرائیل. قرآن خان میفهمید چه خیلی بنی اسرائیل الله سبحانه و تعالی به سبب ترک امر معروف و نهی از منکر کردنشان ایشان به هلاکت آورد. لما اعتدوا فی السبت، وقتی که قاعده روز شنبه را پایمال کردن. در روز شنبه چیکار کردن؟ تجاوز کردن. و نهاهم الصلحاء عن اعتدائهم فلم يمتثلوا. فهمیدید؟ مردم صالح، مردم شایسته و اینها را منع کردند از این تجاوزشان و اینها باشند گپشان نگرفتند، اطاعت نکردند. و سکت جماعت من الصلحاء، یک دسته آدمای نیک سکوت کردند. لم ینهوهم، گفتن کاردار نشید. فهمیدید؟ خیلی که امروز بعضی آدمای خوب داره هم میگن که گوری و جدا گوری من جدا. همین مثال هست بین توجیکو، گوری من جدا گوری تو جدا. این گپ خطا است. بارک الله فیکم. بل قالوا، بلکه گفتن چی گفتن؟ گفتن که لم تعظون قوما، چرا شما نصیحت میکنید، پند میگوید این انسان هایی را که الله مهلکهم، فهمیدید؟ الله و را هلاک میکند. او معذبهم عذابا شدیدا، یا که به عذاب سخت ایشان مبتلا میکند. فهمیدید؟ قالوا معذرة الى ربكم. فهمیدید؟ اینو چی گفتن؟ گفتن که اقلا ما گویم اگردن ساقط کنیم که در پیش پروردگارتان آخه چی شود؟ برای ما یگون عذر شود. گفته ولعلهم یتقون، شاید که به پند و نصیحت ماها یعنی که باید از چیکار منه از کارشون دست میکشن این کاری بد. فهمیدید؟ قالوا معذرة، یعنی این علت گفتن ما این امر معروف کردن ما به خاطر آن است که آخه یگون با عذر شود در پیش پروردگارتان. ولعلهم یتقون، شاید بایها اتقون ینتهون عما هم فیه. ینتهون عما هم فیه. الله سبحانه و تعالی فرمود واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. نگاه کن، واسألهم ای موبخا لهم، و اینها را از روی سرزنش بپرس در مورد دهه‌ای که اون دهه کانت حاضرة البحر ای مجاورة البحر، در لب بحر بود. یک دهه بود در کجا جایگیر شده بود؟ در پهلوی بحر بود. این بنی اسرائیل پرس میدانن خودشون و یا دمی درون شستن. این بنی اسرائیل، این یهودی ها دمی درون شستگی هستن. تو پرسشون برای خاطر دسترشون سرکوب کرده. پرسشون در باره همون یک دهه داشتید شما، کانت حاضرة البحر، در لب بحر بود. اذ یعدون فی السبت ای یتجاوزون حد الله فیه، وقتی که باید در روی زمین در روز شنبه چیکار میکردن؟ یعدون، تجاوزکاری میکردن، یعنی از حد الله میگذشتن. بالاستیاد یوم السبت، به سبب در روز شنبه صید کردنشان. فهمیدی؟ شکار کردنشان، یعنی باید نمیکردن. نعم. اذ تأتيهم
حیتانهم یوم سبتهم، وقتی که به نزد ویها آمدن نمایان میشدن ماهی هایشان در روز شنبه. ماهی ها را الله در دلشان انداخته بود که امروز روز استراحت شما است. این همش یک سنجش پروردگار بود. در دیگه روزا ماهی ها میگریختن، فهمیدید؟ نصف میشدن، کم در کم نمایان میشدن، اما مخصوصا در روز شنبه، فهمیدید؟ الله سبحانه و تعالی یهودی ها را چی کرد؟ گفت که روز شنبه برای شما یک روزی هست که باید که شما ماهیگیری نکنید. فهمیدید؟ در روز شنبه میگه استاتیهم حیتان، همون روز شنبه ماهی ها خودی فریاد کردگی می آمدن. شرعاً گفت است، ای ظاهرة علی الماء، بالای آب خودشون نشان داد میگشتن. فهمیدید؟ و یوم لا یثبتون، وقتی که شنبه میگذشت از سرشان، فهمیدی؟ روزی غیر شنبه، ای فی غیر یوم السبت میشه، یوم لا یثبتون یعنی که فی غیر یوم السبت، در غیر روز شنبه باشد، لا تأتیهم، ماهی ها نمی آمدنشون. نگاه کنید. کذالک نبلوهم، انا من طور میگوید ما نختبرهم، ما میسنجیم مردم را. انا من طور ما و یارا سنجیده میگوید بما كانوا یفسقون، بسبب فاسقی کردنشون، ای بسبب ما اعلنوه من الفسق و هو العصیان، بسبب علنا آشکارا فسق و فجور کردنشون. فهمیدید؟ اعتدوا، شیخ میفرماید اعتدوا فی یوم السبت لصید الحیتان، در روز شنبه اعتدا کردن، تجاوز کردن، از حد گذری کردن به سبب چه؟ صید ماهی کردنشان. و قد نهاهم الله عنه، حالا که الله سبحانه و تعالی ویها را منع کرده بود که در روز شنبه نباید که ایشان چه صید میکردن، لكن احتالوا عليه بوضع الشباك التي تمسكه لهم، ولی باید چیکار کردن؟ حیله کردن. فهمیدی؟ یعنی برای خاطر این کار انجام دادن حیله ها ساختن، با گذاشتنی تور میپرتافتن، توری که برایشان ماهی میقپید، و تور روزی شنبه نمیپرتن. ای یوم الاحد، بعد وی چیکار میکردن؟ روزی یک شنبه میگرفتن توره، ثم یاخذونه یوم الاحد، باید که یک روز پیش یک روز پیش او را میپرتافتن، یا که گویم از این روز یک شنبه میپرتافتن، با یک شنبه دیگه میگرفتنش، به این معنی میشه. فهمیدید؟ یعنی روز یک شنبه چیکار میکردن؟ میپرتافتن، با یعنی که یک شنبه آینده چیکار میکردن؟ میگرفتن. روز شنبه گویا که نمیرسیدن هیچ کار، یا که یک روز پیش که میپرتافتن و روز یک شنبه او را میگرفتن. یظنون انهم لم یعتدوا علی حرمات الله، گمان میکردن که به این کارشان ویها یعنی که حرام کرده های الله را پایمان نکرده ایستادن. این حیله میگوین. فهمیدید؟ و یوم السبت تکثر فیه الحیتان، در روز شنبه ماهی ها با بسیار میشدن، عکس کار. فهمیدید؟ فتغریهم، ویها را وسوسه می انداختن به صید کردن. چرا دیگه روز نمی اومدن با مخصوص همون روز؟ ابتلاء و امتحان، همه اینها یک سنجش بود، یک امتحان بود. و یوم لا یثبتون لا تأتیهم، در روز غیر شنبه نمی اومدن. اکنون نگاه کنید دوامش چی شد. و اذ قالت امة منهم، و بیاد آر هنگامی که یک دسته از ویها، یک جماعه از صالحان ویها گفتن لم تعظون قوما، چرا این مردم را شما موعظه کرده ایستادید که الله مهلکم، الله وی را به هلاکت می آورد، و اون کردن قانون روز شنبه را الله هلاکشون میکند، او معذبهم عذابا شدیدا، یا که الله خودش وی را به عذاب سخت گرفتار میکنه. کاری شما چی؟ یه بار گفتید یک کردن. قالوا معذرة
الی ربکم، گفتن که ما نمیگوییم که فقط در پیش پروردگارتون آخر ما عذر داشته باشیم، ما گفتیم از گردن ما ساقط کردیم. ولعلهم یتقون ینتهون عما هم فیه، شاید وایها از این کارشان دست کشن. گفته مقصدی ما همینه. دو تا ما مقصد داریم. یک مقصد ما چیه؟ از دوش خود ما ساقط کردن، فهمیدی؟ از ذمه خود ما ساقط کردن یعنی. و وایها شاید که به این نصیحتی ما، به این نصیحتی ما، امر معروف ما چیکار کنن، نهی منکر ما، از کارشون دست کشن. ولما لم يقبلوا النصيحة أنجى الله الذين نهوهم وأهلك المعتدين. نگاه کنید، ولی یک جای نازکش بینید. وقتی که وایها نصیحت قبول نکردن، الله کسانی را که وایها را منع کردن و را نجات داد. فهمیدید؟ و اهلک المعتدین، تجاوزکارها را چیکار کرد؟ به هلاکت آورد، نیست شو کرد. فهمیدید؟ بوزیجین شو کرد، میمون شو کرد. فهمیدید؟ و میمون شدن خیلی تا امروز در جنگلای و نگشتن، یعنی اول یک چند روز معین میمون شدن، همه اونا رو تماشا کرد، بعد نیست شو کرد. فهمیدید؟ الله تعالی فرمود که انجینا الذین ینهون عن السوء، نجات. گوش کنید، در همین جا دو طایفه انسان ها آدمای صالح هستند. فهمیدید؟ سوم طایفهش انسان های بدن. فهمیدید؟ تجاوز کردن. یکم از نمود انسان ها انسان های صالحی که امر معروف کردن. دوم طایفه انسان های صالح بودن لیکن کاردار نشوید گفتن، کاردار نشوید گفتن. سوم طایفه تجاوزکارا هستن که باید الله نیست نابود کرد، نجات داده. میگود انا همون کسانی را که امر معروف شو کردن نهی منکر کردن. اما صحبت درباره اون صالحایی که خبشستن یا که امر معروف نکردن گویم درباره و آنها نیستن. لیکن یعنی که تفسیر نگاه کنید، مضمون آیت نگاه کنید، و یارم الله تعالی نیست کرد به دیگه آیت. و یارم چیکار کرد؟ الله تعالی نه. وقتی که ما عذاب میفرستونیم، اون عذاب برای یک کس نمیفرستونیم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقتی که ما به سری امت یکم فتنه یکم بلا رو میبیاریم، و فقط یک امت به خاص نمیبیار، دیگر را به هم میرسد. میگود حالا انشاءالله میبینیم. فهمیدید؟ نگاه کنید. انجینا الذین ینهون عن السوء، ما نجات دادیم کسانی را که از کار بد منع میکردن، یعنی هم صالحا. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس ای شدید، و آنهایی را که ظلم کردن، تجاوز کردن، از حد گذری کردن، گبناگری کردن، و اینها را با عذاب سخت چیکار کردیم؟ گرفتیم. بما كانوا یفسقون، به سبب فسق کردنشان، به سبب یعنی که عصیان ورزیدنشان. اینجا قید کرده شده کدام کسانی ما نجات دادیم؟ انجینا الذین ینهون عن السوء، اون آدمای خبشستن چی؟ قید نشده است. فهمیدید؟ در باره گب اومده است. فلم ینجی الی الذین انکروا المنکر، الله نجات نداد، فقط کی را نجات داد؟ همون کسانی را که از منکر انکار کردند. فلا نجات لهذه الامه الا بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر. برای خاطر همین هم میفرماید شیخ، برای این امت نجات نیست مگر نجات به امر معروف و نهی از منکر می شود. فهمیدیم؟ و کما مثل النبی صلی الله علیه و آله و سلم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين يقعون في المنكرات شبههم صلى الله عليه و آله و سلم بقوم استهموا على سفینه. خب چخیلی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک مثال می آورد، مثالی کسانی را که امر معروف و نهی منکر میکنن با اون کسانی که در کار منکر می افتن و اینها را تشبیه کرده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شباهتی و اینها را، مثال و اینها را به یک قوم می آورد که و اینها چیکار کردن؟ حقدار بودن در بالای سفینه، یعنی کشتی. یعنی اقترعوا و عملوا القرعه،
و ها چیکار کردن؟ در بالای کشتی ساده چیکار کردن؟ قرعه پرتافتن و عمل قرعه کردن، یعنی که کشتی از دو قوت عبارت بود، یک قوتش در چی؟ یعنی که آشیانی یکمش در زیر آب است هم خیلی سخته و یک آشیانی دویمش در بالای آب است، یعنی که از آب بالا است، دوی میتاش بیم. و بعد گفتن که خب کی پایان میفراد و کی بالا. با قرعه پرتافتن که نیم مردم که نامش برآمدگی در پایان فرامد و نامش برآمدگی در بالا اومد. فهمیدید؟ ایهم یکونو فی علی سفینتی، انا گفتی صداشه کدام وها در بالای کشتی میستد و ایهم یکونون فی اسفلها در پایان کشتی میستد. فاصاب بعضهم اعلی، بعض نصیبش چنین شد که در بالای کشتی آمد نصیبش، و اصاب بعضهم اسفلها، بعضش یعنی نصیبش در پایان کشتی طوری آمد. فقال الذين في اسفل السفینه، انا همون کسانی که در پایان کشتی بودن چی گفتن؟ لو خرقنا فی نصیبنا خرقا، چی میشود که همین جای خود ما ایستاده، حق خود ما را کشتی رو سوراخ کرده، آب ما رو گرفتن گیریم، ها تا بالا برآمدن و یار غم دادن، با بالای ویا گذاشتن، با پهلوی ویا گذاشتن برای آب برآمدن، همین نرمشه که ما در پیش آب میگم سوراخ کنیم و خودش دویده میبره. فهمیدی؟ ناخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا، در بالای ما بودگی آدم را آزار و اذیت نرسونیم. چی میشد باشه؟ یریدون خرق السفینه، خواستن که کشتی رو سوراخ کنن، کشتی سوراخ شود دیگه میدونی چی میشه. و هم فی عباب البحر، و در بین بحر هستن. فلم يرجعوا لأهل العلم وأهل الفضل والتقى، نگاه کنه، با اهل علم و با اهل خیرات با اهل تقوا مراجعه نکردن، مصلحت نپرسیدن. نمیدید؟ بل یریدون ان یسیروا علی رأیهم، خواستن که به همون فکر خودشون کار کنن. و هذا مثل من وقع فی المنکر، همین صفتی کسی است که در کار منکر می افتاد، یگان کس مصلحت نگرفته. فهمیدی؟ همین کسانی که حزبش دیگه هستن، خیرتون یا ایون کس مصلحت گرفته، ایون کس مصلحت گرفته که نیستن. بارک الله. خسرانه امروز میبینید اهل سنت و جماعت فکر می‌کنه شیعه شده، با بعضی چقدر میبینید که تحریر شده، با بعضی چقدر میبینید که رسول شده، بعضی چقدر دیگه میبینید که ترک نماز کرده. خلاف نقل میکنه، یک تکفیری نقل میکنه، بعد از که الله هدایتش کرده میگه که همه رو کافر میگفتیم، اومدیم خونم زنام رو کافر گفتیم، سرشون دادیم، پدر مادر کافر گفتیم، جدا شدیم. میگه آخرام میگه 10 کس موندیم، همدیگه رو ما کافر گفتیم، همدیگه رو ما جدا شدیم، بس اون یک موندیم. میگه یک خودم در خانه شستم و خودم گفتم منم کافرم، گفتم بعد ترک نماز کردم. میگه فهمیدی؟ بحث اون الله سبحانه و تعالی با هدایتش کرده. تکفیری هم میبینی. قال صلی الله علیه و آله و سلم، اکنون حدیث ذکر میکنم، مثل القائم علی حدود الله، یعنی صفت آن کسانی که حد حدود الله را رعایت میکنند، و هم الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، حد حدود الله را رعایت میکردگی کیان؟ امری به معروف میکردگی ها و نهی از منکر میکردگی ها، اینها القائم علی حدود الله میباشند. والواقع فیها، یعنی آن کسانی که چیکار میکنن؟ پایمال میکنن حدود الله را. فهمیدید؟ صفت آن کسانی که حقوق و حدود الله را پایمال میکنن، و هم الذين يعملون المنکر، و یکی هستن و یکی کسانی که کارهای منکر و کارهای ناجوری میکنن. کمثل قوم، اکنون مثال میره، و یا به مانند مردمی هستن که استهموا ای اقترعوا علی سفینه، هم پیش از کشتی را سوار شدن چیکار کردن؟ قرعه پرداختن. قرعه میدادن، حصه گذاری کردن، فاصاب بعضهم اعلاها، بس یعنی که نصیبی بعضش بالای کشتی شد، و اصاب بعضهم اسفلها، و نصیبی بعضش پایان کشتی شد. و کان الذين في الاسفل ياخذون الماء من فوق، عادتا همون کسانی که در پایان کشتی بودن برای آب بالا برآمده از بالا آب میگرفتن. فهمیدید؟ یک روز شستانه خودسرانه چیکار کردن؟ فقال گفتن که لا نؤذی من فوقنا، بیادم از خود ما بالا ایستادگی کسا را آزار ندهیم. فهمیدید؟ بل نخرقو فی نصیبنا خرقا، همین چنین در کاری خود ما یک سوراخی میکنیم، و ناخذ الماء، آب گرفته دیگه بالا نمیبریم. فهمیدید؟
فلو خرقوه لغرقت السفینه بالجميع. اگر او را چیکار کنن؟ سوراخ کنن، شکاف کنن، چی میشد؟ کشتی به همه دارایی غرق میشود. فهمیدی؟ فاذا اخذ الذين في اعلى السفينه على يد الذين في اسفلها ومنعوهم من الخرق. اگر همون کسانی که در بالای کشتی استادیان اومده دستی این بی عقل و بی فراستایی که در پایین کشتی این به این خلاصه اومدگی هستن دستشو نگیرن و منعوهم من الخرق و یاره من کنه از این سوراخ کردن، نجو جمیع، همه نجات مییابد، هم جون خودشون چی خلاص میشد، هم جونی بایها. ولو ترکوهم، اگر مونا و یاره که یخرق کنه سوراخ کنن کردن گیرن لهلكوا جمیعا، همه یک جای میمیرن، همه یک جای هلاک میشن، نیست میشن. خیلی که اینه مثلا گیریم بخاری در صحیحش و دیگه بعضی لفظا همون لفظه، فهمیدی؟ خب خودشون نجات میبرن، دیگه هم نجات میبرن. خب هذا مثال واضح أن أهل المعاصي وأهل الفجور والشهوات لو تركوا لأهلكوا الأمة. این یک مثالی روشن است برای کسانی که چشم و عقل و خیرات دارن. یک مثال خیلی هم روشن است که اهل معصیت و اهل فاجرها را، یعنی که اهل شهوت اگر به حال خود گذاشته شود، دوزش کردن گیرد، فاحشه گرش کردن گیرد، یک کاردار نشه بگون، یعنی که لأهلک الامت، اینها نه فقط خودشان نیست میشوند، لأهلک الامت میشوند. فهمیدی؟ لأهلک الامت با نگویت است، یعنی که فعل پیشوای فاعل چی جمع نمیشد. لأهلک الامت، امت به هلاکت میآرند. فلا بد ان اهل العلم والرأي و اهل الدین، یعنی باید که عالم ها، باید که صاحبان عقل و فراست، باید که یعنی اهل دین چیکار کنند؟ لابد ان یاخذوا علی ایدیهم، باید که دست این بیخیردار گیرن، حتی ینجو المجتمع كله، تا اینکه این جماعه همه از عذاب الله نجات یابند. فان ترکوهم فی المعاصی والمخالفات والشهوات، اگر همه را به حال خود ترک کنند در معصیت و در مخالفت و در بدعت و در شهوات، هلك الجمیع، همه میمیرد، همه هلاک میشد. الصالح و الطالح، نیکها هم نیست میشوند و بدها. الله سبحانه و تعالی میفرماید که در سوره الانفال 25 آیت: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، شما بترسید از یک فتنه اگر وای فراید فقط در سری ظالمان از شما، خاص به ظالمان از شما وای نمیرسد، معلوم است که به شما هم میرسد. واعلموا ان الله شدید العقاب، و بدانید که الله در عقاب کردن، در جزا دادن، در انتقام گرفتن سخت است. العقوبة اذا نزلت على العصاة فانها تأخذ الصالح والطالح. عقوبات، عذاب، فهمیدی؟ مصیبت وقتی که به سری عاصی ها می فراید از جانب الله، وای هم صالح هم میگیرد و هم یعنی که ناصالح. الا من انکر، بجز کسی که منکر، یعنی که کارهای منکری و یار چیکار کرده باشد، انکار کرده باشد، فانه ینجو، انا وای نجات مییابد. و اما من لم ینکر فانه یهلک، اما اون کسی که انکار نکرده است و هم همراهی عاصی ها هلاک میشد. ولو کان صالحا یهلک مع الهالکین، گرچنده که خود صالح هم باشد که همراه هلاک شوندگان هلاک می شود، که ما فی قصه اصحاب السبت، خیلی که در قصه اصحاب سبت اومد، یعنی که کسانی که روزی شنبه را پایمال کردن. الذين سكتوا لم يذكر الله عنهم شيئا، نگاه کن، اون کسانی که سکوت کردن، گپ نزدن، آدمای صالح بودن ولی خفش هستند، الله درباره وحی هیچ چی نگفت. کو انما ذکر الذين ينهون عن السوء، فقط ذکر کرد اون کسانی را که از کاری بد چیکار کردن، منع کردن. اما الفریق الثاني الذين قالوا، اما اون دویم فرقه، کسانی که گفتن که لم تعظون قوما، چرا این یعنی که مردم شما نصیحت میکنه الله اینا را زدگی خدا زده اینا، بگون که بعضیا
الله جل و علا سکت عنهم، الله عز و جل درباره وایها سکوت کرد، نگفت فلا یدری هل هم مع الناجین او مع الهالکین، یعنی که دونسته نمیشود آیا وایها همراه نجات یابندگان هستند یا که همراه هلاک شوندگان. و ظاهر انهم مع الهالکین، ظاهر بینید، ظاهر آیت نگاه کنید، وایها همراه هلاک شدگان می باشند. انشاءالله این با درس ما دوام دارد. امر معروف به این یعنی که تمام نمیشود. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.